آقای سرخیو راموس بازیکن سابق رئال مادرید و دیگر سلبریتی ها چه تخت نردهایی را از شهر فکر تهیه کردند؟ پارت دوم بریم ببینیم. آقای عباس جمشیدی ایشون بسیار تخت باز خوبی هستن، اما اگر در حین بازی میخواین که تمرکز بکنید اصلا پیشنهاد نمیدم با امثال آقای جمشیدی بازی کنید، چرا که مدام تمرکز شما رو به هم میریزن و مثل من بهشون میبازید. ایشون تخت نرد هخامنشی تهیه کردن به مبلغ 15,500,000. خانم بهنوش بختیاری ایشون تخت باز نبودن، اما پدرشون تخت باز بود و تصمیم گرفتن یه تخت نرد خورشیدی با یک نقاشی بسیار خوب برای پدرشون تهیه کنن که مبلغ اون هم بود 22,800,000. و اما آقای راموس ایشون یه تخت نرد خاتم گرد ترتیب درجه 1 هدیه گرفتن که البته توی ویدیو میبینید بیشتر صفحه شطرنج کار براشون مهم بوده که همراه این کار مهرای شطرنج هخامنشی بود که نمادی از ایران و تاریخ ایران هست که البته شاه مهره شطرنج کوروش بزرگ هست همراه با کتیبه منشور حقوق بشر که قیمت این تخت نرد هم حدود 65 میلیون تومان بود. تمامی این تخت نردهایی که دیدید قابل سفارشه و میتونید به ما سفارش بدید. ممنون از همراهیتون.